الرحیم. امروز به داستانی دیگه یا سیمایی دیگه از داستان یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم میخوایم بپردازیم. شخصیتی شاید کمتر اسم ایشون رو شنیده باشیم ما. ام دهدا انصاری، بانوی بزرگواری از شاگردان رسول خدا صلی الله علیه و سلم از مدرسه نبوت. بله، این بانوی بزرگواری که میخوایم در موردش صحبت بکنیم از زنان انصار هست. جزو شخصیت هایی که ایشون هم داره جایگاه ویژه در تاریخ اسلام و نزد مسلمانان و اهل ایمان هست. در طلیعه‌داران و پیشگامان زنانیه که ایمان رو در مدینه پذیرفت و در خانواده خودش این رو منتشر کرد و تلألؤ داد و نورانی کرد اون رو. این صحابی بزرگوار ما ام دهدا انصاری هست. شاید کمتر گفتم کسی ما ایشون رو بشناسه، کمتر اسم ایشون رو شنیده باشه، چرا که متاسفانه به خاطر عدم آگاهی ما نسبت به تاریخ صدر اسلام و حقایق اسلام و این که اخبار رو فقط در چند نفر خلاصه میکنن خیلی از افراد، اینی که ما این صحنه های تاریخ برامون پنهان مونده. یکی از شاگردان مکتب رسول خدا صلی الله علیه و سلم است، یکی از صحابیات رسول خدا هست که نقش بسیار ویژه‌ای هم برای خودش در تاریخ اسلام داره و دارای شهرت خیلی ویژه‌ایه که باید ما بهش توجه بکنیم. یکی از شخصیت هاییه که آخرت رو در برابر دنیای خودش انتخاب میکنه. دنیای خودش رو میفروشه، کالای دنیای خودش رو میفروشه به امید اینکه خوشبختی و رضای خدا رو به دست بیاره، خوشنودی رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو به دست بیاره. و این همون نکته ایه که یا شاگردان رسول خدا صلی الله علیه و سلم از اون بهره مند بودن. حالا خوبه که با هم دیگه بنشینیم قسمتی از داستان ایشون رو ببینیم و این کاروان خوشبختان، کاروان رستگاران که کنار هم بودن، با هم بودن در مدرسه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. خب از همون ابتدا که مصعب ابن عمیر، این سفیر رسول خدا صلی الله علیه و سلم، به مدینه اومد، خب ایشون آموزش دین رو شروع کرد، تعلیم دین رو شروع کرد، فقاهت دینی رو شروع کرد. خب دسته دسته از اهالی مدینه به اسلام روی می آوردن و اسلام رو می پذیرفتن و خب میشه گفت این نسیم ایمان تمام مدینه رو، نسیم معطر و عطرآگین ایمان تمام مدینه رو تحت شعاع خودش قرار داده بود. خب این بانوی بزرگوار ام دهدا که ما میخوایم در موردش صحبت کنیم، خب ایشون هم در همین مدینه جزو اولین شخصیت هاییه که اسلام رو پذیرفته و در این کاروان نورانی و خوشبخت و پرسعادت حرکت کرده. اما قبل از اینکه ما بخوایم در مورد ام دهدا سخنی بگیم، بد نیست که شوهر ایشون رو بشناسیم. ببینیم شوهر ایشون صحابی بزرگوار ابو دهدا ثابت ابن دهدا هست. ابو دهدا ثابت ابن دهدا. خب معمولا این رسم بود که در اون زمان اسم پدران خودشون رو فرزندانشون میذاشتن. ابو دهدا یعنی پدر دهدا، اسم خودش ثابت بوده. خب ثابت باز پسر دهدا هست، یعنی پدر بزرگ، یعنی پدر بزرگ و نوه هر دو اسمشون دهدا هست. خب ابو دهدا پس میشه همسر ام دهدا. خب ایشون یکی از شخصیت‌های ثروتمند مدینه به حساب میاد که دارای وضعیت خیلی خوب و مالی خوبی هستش که میشه گفت از سواران و قهرمانان، از شجاعان مدرسه پیامبر هست و از شاگردان با نجابت و با شرافت و نیکانیه که به رسول خدا صلی الله علیه و سلم اقتدا کرده و پیروی کرده و بر مسیر دین حرکت کرده و تمام تلاش خودش رو به کار گرفته تا خوشنودی رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو به دست بیاره. مال و جان خودش رو تقدیم کرده برای خوشنودی الله رب العالمین، برای یک سعادت ابدی. حالا ببینید داستان چیه. خب به مجرد اینکه انصار با رسول خدا صلی الله علیه و سلم بیعت کردن، خب اینها چسبیدن به تلاوت آیات الهی، قرائت آیات الهی، تلاوت آیات الهی، فهم آیات الهی و در قلبهاشون، در روحشون، در ضمیرشون، در رگ و پیشون این فهم آیات الهی رو چیکار میکردن؟ جای میدادن و فقط عبور نمیکردن. میخوایم قرآن ختم کنیم، عبور کنیم، از اون ور چشمامون رو بر همه چی ببندیم. نه، فکرشون، چشمشون، روحشون باز بود. ابو دهدا و همسرش ام دهدا خب از کسانی بودن که نور قرآن در درون اینها تلألؤ پیدا کرده بود و تونسته بود اینها رو منور و نورانی بکنه.
و خب از اون ور ابو دهدا گفتیم دارای ثروتی بود، دارای وضعیت مالی خوبی بود و همسرش هم همینجوری زندگی خوبی داشتن و اهل خیر بودن، اهل نیکی بودن، تا اینکه این آیه قرآن نازل شد: من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا. چه کسی که به خدا یه قرض خیلی خوبی بده، به خدا قرض بده. خب خدا که به قرض نیاز نداره دیگه، خودتونم میدونید دیگه. بلافاصله ابو دهدا تصمیم گرفت که از اموالی که داره، دارایی که داره، در راه خدا به خاطر خوشنودی خدا و کسب ثواب صدقه بده. دستور الله رب العالمین. خدا میگه کیه که به خدا قرض بده؟ خب بنده خدا میشنوه میگه من دارم پس من قرض میدم. از اون ور هم خب همسرش ام دهدا اینو تشویق میکنه که بله اگر ما میخوایم بندگان نیکی باشیم باید به خدا قرض بدیم و در راه خدا زحمت بکشیم. امام قرطبی در تفسیر خودش نقل میکنه از زید بن اسلم، میگه زمانی که این آیه قرآن نازل شد که من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، کی که به خدا قرض نیکو بده، ابو دهدا رفت پیش پیامبر گفت فداک ابی و امی یا رسول الله، پدر و مادر من فدای شما ای رسول خدا. ان الله یستقرضنا و هو غنی عن القرض. خدا از ما قرض میطلبه در حالی که خدا غنی بی‌نیازه از هر گونه قرض. پیامبر گفت نعم یرید ان یدخلکم الجنة به. خدا میخواد به این وسیله شما رو آزمایش بکنه و بهشت ببره. به این وسیله خداوند میخواد بندگان دیگرش رو مورد تحت پوشش حمایت مالی قرار بده. خدا که نیاز نداره. مگه اون روایت پیامبر نیست که نقل شده که خداوند در اون دنیا میگه که بنده من مریض بودم تو به دیدن من نیومدی؟ یا خداوند میگه شما مریض باشی؟ میگه بله بنده من مریض بود تو نیومدی. بنده خدا من گرسنه بودم تو من غذا ندادی. خدا میگه شما غذا نیاز داری؟ میگه بله بنده من گرسنه بود تو بهش غذا ندادی. بنده من تشنه بودم تو من آب ندی. الله میگه شما تشنه میشید؟ میگه بله بنده من تشنه بود بهش آب ندادی. خب نگاه کنید گفت پیامبر میگه خدا میخواد به این طریق شما رو وارد بهشت بکنه. خب اینجا چی میگه ابو دهدا؟ میگه یا رسول الله من میخوام به خدا قرض بدم، اما در ازای این قرض ضمانتی میخوام. ضمانت من چیه؟ آیا واقعا خدا در این قرضی که من در راه خدا بدم، این ما دارایی که دارم در راه خدا هزینه بکنم، خدا به من چه خواهد داد؟ بهشت رو واقعا میده؟ پیامبر گفت بله من تضمین میکنم خداوند بهشت رو به شما خواهد داد. گفت یا رسول دست رو دراز کن که من میخوام چیزی رو به شما عطا بکنم. پیامبر خدا دست رو دراز کرد گفت نگاه کن رسول الله من 2 باغ بزرگ دارم، یکی بزرگ یکی بالا هست یکی پایین تر و غیر از اینها هیچی دیگه هم ندارم. میخوام هر دوی این باغ‌هایی رو که دارم در راه خدا بدم و به عبارتی به خدا میخوام قرض بدم. رسول خدا صلی الله علیه و آله رو بهش کرد گفت نگاه کن ابو دهدا یکی از اینها رو در راه خدا بده، یکی رو برای خودت و خانوادت و معیشت زندگی نگه دار. گفت پس یا رسول الله شما شاهد و گواه باشید که من اون باغ بهتر و بزرگتر رو که در 600 تا درخت نخل خرمای خوبی داره این رو در راه خدا قرض میدم به شما. رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت خب اذن یجزیک الله به الجنه، حالا که اینجوریه خداوند به خاطر این به تو بهشت بده، تو که اینقدر انسان نیکوکار و فداکاری هستی که میخوای در راه خدا اموال تو انفاق بکنیم. خلاصه ابو دهدا رفت و پیش همسرش خوشحال، در حالی که اینها تو همون باغی بودن که این در راه خدا داده بود و اینا تو باغ نشسته بودن زیر سایه درختی و بچه‌ها خرما میخوردن. نکته خیلی زیبایی وجود داره، این ذوق و لطافت شعر عربی هست که در اونجا ما میتونیم ببینیم که اینها خب مازاد بر اینها ببینیم اون فهم و درایت ها رو داشتن. میگه هداک ربی سبل الرشاد، خدا تو رو هدایت کرده بهترین راه ها، الی سبیل الخیر و سداد، به بهترین راه ها و راه های محکم. و میگه بینی من الحائط بالوداد فقد مدا قرضن الی التناده، که این باقی که هست بین این دیوار من قرض دادم در راه خدا، اقرضته الله علی اعتمادی، قرض دادم به خدا به خاطر اون اعتمادی که به خدا داشتم، به تو الا من ولا ارتداد، نه منتی بر این میذارم نه پشیمون میشم از این چیزی که دادم، الا رجاء الضعف فی المعاد، مگر به این امیدی که به خاطر اون ناتوانی که در روز آخرت داریم، به خاطر مشکلاتی که هر انسانی ممکنه داشته باشه که برای ما خیر بشه. فرتحلی به نفس و اولاده. پس حالا که اینجوریه تو خودت و بچه‌ها از این باغ برید تو اون باغ پایینی.
و البر لا شک فخیر و زادن، بدون که نیکوکاری بهترین توشیه که هر کسی نصیبش میشه. قدمه المرء الی المعاد، که یک فرد با نیکوکاری این رو تقدیم میکنه برای معاد خودش و برای آخرت خودش. دهدا هم خب همسرش، ببینید خب اینا پرورش یافتگان مکتب رسول خدا صلی الله علیه و سلم، نسل اولیه آموزش یافتگان قرآن، بهش گفت ربح بیعک، اون معامله تو از این معامله سود بردی، بارک الله لک فی ما اشترید، تبریک میگم به خاطر اون چیزی که خریدی در این معامله. ثم اجابت دهدا، سپس شروع کرد اینم خب برای همسرش با شعر جواب دادن. بشرک الله بخیر و فرح مثل که ادى ما لدیه و نصح، خداوند تو بشارت بده در خیر و شادمانی مثل اون چیزی که تو در راه خدا دادی و بالاخره خیر خواهی کردی. قد متع الله ایالی و منه بالاجر و السوداء و زحو البلح، اشاره میکنه که به اون چیزی که تو از این خرماها دادی در هر حالتی، خرمای رسیده نرسیده و اینا. بعد میگه ول عبد یسعی و له ما قد کده، بنده تلاش میکنه و اون تلاشی که میکنه بر اساس همون پاداش میگیره. طول اللیالی و علیه مشترح، در طول روزگاری که و اون چیزی که پیش میاد. این صحنه و این زیبایی و گفتار رو داشته باشید تا اینجا که دیگه دهدا بچه‌هاشو گرفت از اون باغ خارج کرد و خرماهایی هم که دستاشون بود می‌خواستن بخورن یا خورده بخوردن ازشون گرفت، گفت مبادا در اون چیزی که در راه خدا ما دادیم کم و کسری پدید بیاد. تا همینجا با ما همراه باشید تا جلسه بعد ادامه داستان رو با هم بخونیم. خدایا رو نگهدارتون.